سلام بچه‌ها، چطورین؟ ساراتون برگشته با یه پرنک عالی. خب بچه‌ها، بعد مدت ها تصمیم گرفتم که هم سعیده رو مامانمو و بابامو پرنک کنم. واقعا خیلی هیجان دارم و اصلا فرصت ندارم تو اتاقم و باید خیلی سریعتر برم بیرون و حرکت‌های خفن رو بزنم. جدا از اینکه خیلی جالبه و خیلی استرس داره، چون من اصلا ریاکشن پدر مادرمو نمیدونم و شاید سکته کنن و شاید غش کنن، ولی فکر کنم ریاکشن مامانم خیلی خدا باشه، چون مامانم خیلی برونگرایه و واکنش خیلی شدیدی نشون میده و اصلا نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. فقط دارم بهتون میگم که اگه از این ویدیو خیلی خوشتون اومد بالای 3000 تا یا 4000 تا لایک کنین، چون خودم از الان پشمام ریخته که میخوام این کارو کنم. واقعا میخوام بهشون بگم که تصادف کردم. بریم که داشته باشیم، قراره که یک گریم خفن داشته باشیم. ببین کلا میخوام پشماشون بریزه و میخوام به مدت چند ساعت جوابشون رو ندم و میخوام توی جاهای مختلف خونه دوربین کار بذارم که بریم با هم دیگه یک پرنک عالی داشته باشیم. از همین تریبون به سعیده احمق میگم تو دیگه جایی توی پرنکای من نداری و من اینقدر قدرتمند شدم که تنهایی پرنکتون میکنم. بچه‌ها این لایک ها رو زدین، بریم تو کارش. بچه‌ها من الان حدود 1 ساعته به هوای اینکه رفتم باشگاه نرفتم خونه. الان حدوداً ساعت 8:30 شبه و ماما اینا فکر میکنن که من باشگاهمو الان دیگه کارم تمام میشه، دیگه میخوام برم خونه، ولی من تو پارکینگ هستم و مطمئنم اونا نمیان تو پارکینگ. الان توی نیم ساعت فکر میکنه که من چیکار کردم. خب بچه‌ها، میخوام توی این ویدیو به شما نشون بدم که من چقدر حرفه‌ای هستم و چقدر توی گیریم استعداد دارم. بچه‌ها واقعا پنبه خریدم تا میتونستم، گاز خریدم، چسب خریدم، بتادین خریدم، ولی از همه مهمتر رفتم خونه مصنوعی خریدم. بچه‌ها واقعا مامانم فکر کنم غش کنه و میترسه و خدا لعنتت کنه سارا چیکار داری میکنی. بچه‌ها نمیدونم واقعا شما این کارا رو نکنید. من از اینجوری بیشور بی شخصیتم، این کارا رو با پدر مادرم میکنم، شعور شخصیتم صفره. حداقل میتونستم دوستان و خواهرمو پرنک کنم. نمیدونم چرا این کارو میکنم، ولی میکنم. خب اول از همه باید حسابی تا میتونم بچه‌ها نمیدونم به چی فکر میکنم. من اگه گیریم بشم چه جوری باید از آسانسور برم طبقه سوم و از همه مهمتر اگه یکی از همسایه‌ها منو ببینن و اگه فکر کنم واقعیه خیلی سخته دارم تنهایی ویدیو میگیرم. واقعا سخته. همین که سعیدم کنار من و قرار خود سعید پلشتم با من پرنک بشه خیلی سخته. اصلا نگاه کنید، همیشه میخواین کبودی رو نشون بدید از سایه قهوه استفاده کنید. مثلا من انقدر استرس دارم دستم میلرزه واقعا. خب معمولا میخوام اینجاها رو کبود کنم و اینجاها رو کبود کنم که خونی باشه، صورتمو خونی کنم، سرمو ببندم و انگار یکی از دستام شکسته. وای مامانم قشنگ چیکار کنه؟ بچه‌ها لایک کنید، استرس همه بریزه. موش خوره بگیری چیزی من میذاره مغزم مشکل داره، خودم میدونم. چطور طبیعی شد؟ خب اول روزمو پاک کنم خیلی طبیعی تر بشه، خیلی بهتره نه؟ بچه‌ها الان مطمئنم بابا مامانم باور میکنن که من تصادف کردم، چون من سابقه تصادف خیلی زیاد داشتم و حتی یادم اون 206 که قبلا داشتیم، نمیدونم یادتونه یا نه، من یه بار با اون خیلی بد تصادف کردم، جوری که اصلا در ماشین کلا این ور یکی از اون ور با سرعت 110 تا زد به من و در ماشین کلا عوض شد. اینجوری من برگشتم مثل تو فیلم‌ها دیدی برمیگردی و کامیون داره میاد، یه ماشین ما بوم زد به من رفتم اون دنیا. حالا برای اینکه خیلی بخوایم توناژش طبیعی بشه میایم از رنگ‌های صورتی استفاده می‌کنیم که یه ذره مثلا اینجوری حالت کبودی، مثلا دیدی کبود بین قهوه‌ای و صورتیه. حالا ما میایم اینو سایه رو میزنیم تو سایه سعید است، یعنی تر می‌خوره تو سایه و میایم اینجاها رو یه کوچولو قرمز می‌کنیم. آقا حالت اینجوری زرشکی میگیره. اوه چقدر داره خوب پیش میره. مثلا اینجا رو بزن اینجوری می‌کنه. خودم نه میدونم چطوره خوبه. اینجا دیگه با خون درست کنیم دیگه فکر کنم اوکی شه. بچه‌ها اینو میبینید خونه مصنوعیه که الان قراره بزنم به صورتم. اوه چقدر طبیعیه پشمام، خیلی خوبه. چه مامانم واقعا ببینه سکته میکنه. چه خدا شما این کارا رو نکنین. من یه ذره اینجوری بیشورم. حالا میشم مثلا حالت چکتور درست کنم فکر کنم اوکیه. واه یکی منو ببینه پشماش میریزه. خدای مامانم ببینه چه خدایی تو کامنت ها بهم امتیاز بدید. واقعا استعداد دارم پاره میشم از استرس. هر آن ممکنه هر باری همسایه‌ها میاد من دراز میکشم. هر کی به خدا هر کی بیاد اینجا ببینه آبرو شرف من میره و فکر میکنه من کسخل
مسخال چیزی هستم. خب الان اول اصلا من تصادف کردم و سرم ضربه خورد. سرم باید کاملا بانداژ کنم و خونی کنم. چرا؟ چون خیلی سرقضیه مهمیه دیگه. اینجوری تا میتونیم ترسناک میریم جلو. فکر کنم دیگه نمیدونم واقعا دست و پا شکسته دارم چیکار میکنم، ولی فکر میکنم در همین حد اوکی باشه که الان اینو خونی میکنیم ببینیم چی پیش میره. گردنم من ببندم گردنم اینجوری برم تو زامبی هم مگه من چه ربطی داره؟ اوکی دیگه، نه در همین اوکیه. زیاد وقت ندارم با سری زنگ بزنم به سعیده و صدای تصادف پخش کنم به جوری که حس کنم من تصادف کردم و میتونم عکس خودم براشون بفرستم که فکر کنم واقعا تصادف کردم. خدا نکنه من تصادف کنم و این اتفاق واسم بیفته. با این میتونم دستمو اینجوری کنم که مثلا انگار دستم شکسته. ایده خوبیه. خدا وکیلی حال دارید میکنید چقدر خفن درست کردم. هر پدر مادری این صحنه رو ببینه کرک و پرش میریزه. بچه حالا پامو ببینید. کی با جوراب اینجوری بامپیچی میکنه؟ من. خدایا منو ببخش بابت این همه بیشور بودنم که میخوام با پدر مادرم این واقعا عذاب وجدان کاملا مشخصه که عذاب وجدان دارم، ولی خب کاملا خیلی هیجان دارم برای انجام این کار. من میخوام میوه بخورم. طالب هستی؟ اوکی. من موز میخوام. نه نارنگی میخوام. خب بچه الان از همه مهمتر قراره که به سعید خانم زنگ بزنیم. من یه دست دارم چجوری زنگ بزنم. الان قراره به سعید زنگ بزنیم و یهو صدای تصادف پخش کنم و سعید کرکو پرش بریزه. چقدر من عاشقم نمیدونم. آره. اجازه داریم جز اخبار و فوتبال چیزی ببینیم تو تلویزیون؟ یکی از کارهای سخت اینه که من یه دستی الان باید همه این کارا رو انجام بدم چون یه دستم علیله. و از همه مهمتر من یه دونه دوربین توی خونه گذاشتم و یعنی دوربین رو جوری تنظیم کردم که اینجا میتونم بهش دسترسی داشته باشم و الان میتونم دوربین رو دکمه رکوردشو بزنم. مطمئنم سعید اصلا توجه نمیکنه که اون دوربین اونجاه و امیدوارم دوربینم خاموش نشه که بتونم چون من ترسناکم. سارا نیومد که زنگ نزدی؟ من ساعت 9 زنگ زدم گوشی رو نداشت. بریم برای زنگ سعیده و باید جوری چیز کنم که تابلو نباشه که واقعا فکر کنه که من تصادف کردم و فکر نکنه که پرنکه و مسلما من بابام خیلی میترسم. بچه‌ها زیاد وقت نداریم. زنگ باش کم هست. جوراب پوشیدم. بابا میخوام بیاد، میخوام برم جایی، ماشین رو میخوام. ماشینی میخوای دوباره زنگ بزنیم؟ الان من خودم زنگ آماده وایسادم اینجا. خدا کنه دوربینم بگیره. واسیل آماده کن ما بیم. واسیل؟ اون چیزیه. فاصیل چیه؟ اون چیزی تو. فاضل فاضل آماده کن. خوش. دیگه سارا زنگ زد. کجایی یه بیا. کجایی با بیا ماشین رو میخوام. بگه دیر کردی. این وقتش هم ماشین میخوای چیکار؟ میخوام برم جایی، آمادم 4 ساعت منتظر تو. بابا من 3 ساعت تو باشگاه بودم، اعصابم خورد شد، اصلا با یه دختر بحثم شد. میام دیگه یکم دیگه. نمیدونم اعصابم خورده دیگه، حالا دارم میام دیگه. خیلی هم جاده شلوغه، واقعا خیلی جاده شلوغه. چند دقیقه دیگه میرسه مثلا؟ یکم دیگه اون چیه داره میاد؟ واسه یکم دیگه میاد. چی شد؟ الو. خدای منو ببخش. الو. چی شد؟ الو. الو. صدات قطع بس میشه. الو. چی شدی؟ آقا اینا کرک و پرشون کاملا ریخته و نمیدونم ریاکشنشون چیه، اصلا نمیدونم بالا داره چه اتفاقی میفته و سعید جرم میده چون حتی داشتم این پرنگو میگردم به سعیدم نگفت. چی شد؟ گفت دارم میام. کم کن بابا اینو. اینجا من دست شکسته منتظر میمونم که ببینم خانواده‌ام چیکار میکنه. خدای خیلی دوست دارم، میخوام بدونم که خب مسلما هر پدر مادر ناراحت میشه دیگه، این چیز طبیعیه، ولی خب خدا کنه خندم نگیره. یه ساعت پیش من زدم. بابا میگم تو ترافیک بود یه صدایی اومد گوشش قطع شد. زنگ بزن دوباره. زنگ بزن چه خبره؟ گفت ترافیکه، بعد گفت جواب نمیده الان. شاید خدا کنه خندت نگیره، یعنی رفتی اونجا مام بابا تو دیدی نخندی، یعنی خندم نگیره عالی میشه. خدا سر قیافم خیلی خنده داره نه؟ یه صدایی اومد قطع کرد. بابا میگم صدای یه چیزی اومد قطع کرد. این تصادف کرده باشه. خاموشه. یعنی حتما همه شارژ ندارین دیگه. بابا میگم صدا اومد قطع شد. تو میگی شارژ نداریم، میگم یه صدایی اومد
میدونم بچه اولش که خیلی ترسیدیم و واقعا ویدیو رو کلیک کردیم که فکر کردیم من تصادف کردم. مثلا تصادف نکردم. اینا خیلی استرس دارم معلومه نه. سعید جرم میده. فقط دارم میگم که سعید جرم میده. کجا بود؟ نگو کجا؟ نه گفت تو ترافیکم. بعد گفت وای یه نوری دارم میبینم. صد بار میگم گوشه رو همه شارژ خورد کن شارژ. بابا میگم یه خودش این صدای من یهو گوشی چرا خاموش شد؟ چه تا تصادف کردی شاید؟ صد گوشی خاموش میشه؟ چه میدونم. آقا من دیگه زیاد وقت ندارم باید دیگه همین الان برم بالا. خیلی طول کشیده مسلما. حالا نمیدونم یا شک کردن که من تصادف کردم یا واقعا هر اتفاقی افتاده باید برم خدایا. برای همسایه من نمیدونم دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. میخوای بریم تا همین نزدیکی ببینیم کجاست؟ کجا بریم تو خیابون؟ صد بار میگم زودتر بیاین. چه ربطی داره بابا این اتفاق؟ نکنین که اعصاب آدم استرس میگیرم. شرفم آبرو خیلی برام مهمه الان. یه اشتباه شنیدم شاید. دوباره بزن دخترم. شاید گفت خداحافظ قطع کرد. نمیدونم چی شنیدم. بابا شاید اتفاقی افتاده بابا. به تعریف می‌کنی؟ این شماره هیچ کدوم حفظ نیست. باید زنگ مثلا بزنین. شماره هیچ کدوم من حفظ نیست. نمیدونم شاید مرده. خدا نکنه دختر. بیادب. نمیدونم شاید تصادف کرده. یه چیزی گفت قشنگ نفهمیدن چی گفت. جواب نمیده. چی بکنیم یا بمونیم بیاد دیگه. اون یکی خطش بزن خب. نداره یه دونش ایرانسش باشه با بزن تو داره تو ماشین بود. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. خاموشه. فکر سارا. چی شد دخترم؟ چی شد؟ چی چیکار کردی با خودت؟ چی شد دخترم؟ بالا میزم. این نمیدونم. شکستگی نداره. کلم با هم بود دیگه. شکستگی شکر خدا. جس گرفتی یا دلت؟ آره بابا داره میمیره. با چیزی نیست فقط زخمی شده. چیکار کردی با خودت؟ پاتون دوی زخمی اینجوری راه میری؟ بابا زخم نشکستی که دستم زخم شده. به چی خوردی؟ تو باید تنهایی رفتی دکتر واسماده؟ چند تا صورت داشتی مگه؟ دیگه ماشین بدای سرم دخترم. برین آب بیار بخوره. بدای سرم دخترم. بیار آب بخور بیا. بابا ایکی نیست. گوشی چرا خاموش شده بود؟ درد میکنه. اونجوری نه درست بشین دیگه درست بشین درست بشین پاشو درست بشین بابا داره میخنده بابا داره میخنده. یعنی چی ما کلی استرس بهش میخندیم چی کاری بود کردی با ما؟ بین بابا زبا داره گریه میکنه احمق. ما گریه میکنی به خودش شوخی بود. همه رو شوخی گرفتیم دیگه بازی گرفتی همه چی با یه چیز با من بابا ساده اومد تو میکروفون بهش بس بود انقدر خیلی پرنگ بود. انقدر سوبر پرنگ میکنه. ناراحت بود. زن نگو نیزا. ناراحت دست با من بزنی نزد. چی کاری داری؟ بس رو میدونست نه بابا اینو من تو من فهمیدم. میکروفون بس بود بهش خوبیدن. ببینم ازم چه من دارم من گریه میکنم. قربونت برم من گریه نکن. من میمیرم دیگه آدمیزاد همینه. خدا نکنه بالا میمیرم دستم میشکنه. نزدیک به من نزدیک سکیده کنیم ما واقعا پشیمانم از این کار زشتی که کردم. بیشتر از این نمیتونستم ادامه بدم. اندر فیلم میگیری؟ تو واقعا شکل کردی دوربین من نهید اونجا کو؟ بالای پرده. میلرزه بری آبرم بیا. ای بابا خیلی پرنگ میگیره با میکروفون میاد تو واقعا تو واقعا اینقدر هول بودن دیگه واقعا ببخشید. چی مامان میلرزه بری آبرم بیار براش. مجبورم مامان همینجوری داره گریه میکنه. خاک دوستم بابام که کلا اینجوری ناراحته بنده خدا هر موقع اینا رو میارم اینجوری بلای سرشون میارم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا یه پرنگ دیگه. بای.